واسهتون یه آموزش تست بردم. 2 قاشق چای فوری دانه چیا رو می‌گیریم می‌ریزیم تو هاونگ، خودش می‌کنیم. البته من خود کردم قبلا گفتم واسه صاف شدن و سفید شدن پوست. البته سفتم می‌کنه. با 2 تا سر بطری شیر کم چرب، شیرتون حتما کم چرب باشه. یه دره بطری گلاب. میذاری یکم بمونه، قشنگ میکسش می‌کنین. میکسر خفن. اصلا هم می‌ذاریم قشنگ میکس که شد. و یه رو بذاریم که قشنگ میکس. بعد می‌ذاریم به صورت برو بریم. خب بچه‌ها ببینید زدم الان به صورتم خیلی سخت به صورت میگیره، یعنی اگه خیلی سفتم باشه به صورت نمیگیره، اگه خیلی هم آبکی باشه بازم به صورت نمیگیره، یکم سخته، ولی خب تلاش می‌کنه، ازم تلاش کن. الان میریم یه رو بعد نتیجهشو ببینیم. بچه‌ها بیا با هم نتیجه کارو ببینیم. شت. الان اگه بری تو مام دیگه جدا نمیشه. سفید برفی شدم، سفید برفی. بچه‌ها واقعا سفید برفی که